سلام! امروز اومدم اولین قدم برای آموزش خیاطی رو بهت یاد بدم. اولین قدم و مهمترین قدم برای یادگیری خیاطی اینه که تو از اون شخص مورد نظر اندازه درست بگیری. اگه اندازه گیریت اشتباه باشه، هزاری هم که بلد باشی الگو بکشی و بدوزی، لباست خوب از آب در نمیاد. ویدیو امروز رو خوب با دقت تماشا کن. برای اندازه گیری از قسمت‌های بالایی بدن شروع می‌کنیم. یکی یکی آیتم‌ها رو اندازه می‌گیریم و میایم پایین. برای اندازه گیری دور گردن، متر رو دور تا دور گردن شخص قرار میدیم و 2 سر متر رو میاریم تو گودی گردن. این اندازه میشه اندازه دور گردن شخص. برای اندازه گیری سرشانه از جایی که گردن به بدن وصل میشه تا جایی که دست به بدن وصل میشه، یعنی این قسمت رو اندازه میگیریم برای اندازه گیری سرشانه. برای اندازه گیری کارور جلو از جایی که زیر بغل شروع میشه، یعنی جایی که دست به بدن وصل میشه تا سمت مقابل رو اندازه گیری میکنیم و این اندازه میشه اندازه کارور جلو. برای اندازه گیری کارور پشت از پشت جایی که دست به بدن وصل میشه تا سمت مقابل رو اندازه میگیریم و این اندازه میشه اندازه کارور پشت. برای اندازه گیری دور سینه متر رو دور تا دور بدن شخص قرار میدیم و متر نه اونقدر سفته که به بدن فشار بیاره و نه اونقدر شله که بیفته. یه انگشت بین متر و بدن فاصله است و به این صورت اندازه گیری میشه. برای اندازه گیری دور کمر متر رو دور تا دور کمر شخص قرار میدیم و با یه انگشت فاصله بین بدن و متر ما اندازه گیریمون رو انجام میدیم. اگه شخص که داریم براش اندازه گیری میکنیم چاقه و جایگاه کمرش مشخص نیست، ازش میخوایم که دستش رو به حالت زاویه 90 درجه قرار بده. هر جایی که آرنج دستش هست زیر آرنج دستش میشه جایگاه کمرش، یعنی اون قسمت رو به عنوان کمر ما اندازه گیری میکنیم. برای اندازه گیری بلندی کمر جلو متر رو تو گودی گردن قرار میدیم و تا اون جایی که اندازه کمر رو گرفته بودیم رو اندازه میگیریم. این اندازه میشه اندازه بلندی کمر جلو. اندازه بلندی کمر پشت میشه جایی که گردن به بدن وصل میشه تا گودترین نقطه کمر. برای اندازه دور باسن متر رو دور تا دور باسن قرار میدیم. برای کسایی که شکم تخت دارن به صورت صاف و برای کسایی که شکم بزرگ دارن جلوی متر رو تا روی شکم بالا میاریم و اندازه میگیریم. برای اندازه گیری دور بازو متر رو بالاترین قسمت بازو قرار میدیم و 2 سر متر رو یه مقداری بالا میاریم، یعنی به این حالت دور بازو رو اندازه گیری میکنیم. برای اندازه گیری قد آستین از جایی که دست به بدن وصل میشه تا قسمت مچ شخص رو اندازه گیری میکنیم و نیازی نیست که دست حالت خمیده باشه، همین صورت صاف اندازه گیری میکنیم. برای اندازه‌گیری دور مچ این قسمت دست درسته که مچ دسته، ولی اگه من این قسمت رو به عنوان مچ دست اندازه گیری کنم این متر از دستش بیرون نمیاد یا نمیتونه آستینش رو بپوشه. به خاطر همین روی این قسمت انگشتای دست رو به عنوان دور مچ اندازه میگیری. این هم از آموزش اندازه گیری. اگه میخوای کلی از این آموزش‌های کاربردی رو یاد بگیری کانالمون رو ساب کن و زنگوله بغل رو روشن کن تا از آموزش‌های بعدیمون جا نمونی.